ما امروز احتیاج داریم که حسین ابن علی رو به دنیا بشناسانیم. دنیای دچار ظلم و فساد و دناعت و لعامت محتاج معرفت آزادگی حسینی و حریت حسینی است. امروز مردم دنیا، جوانهای دنیا، ملتهای بیغرض برای یک چنین حقیقتی دلهاشون میتپد. امام حسین علیه السلام معرفی بشود به دنیا، اسلام معرفی شده است، قرآن معرفی شده است. امروز با صدها وسیله علیه اسلام و علیه معارف اسلامی تبلیغ می شود. در مقابل این حرکت خصمانه جبهه کفر و استکبار، حرکت معرفت حسینی می تواند یک تنه سینه سپر کند، بایستد، حقیقت اسلام را، حقیقت قرآن را به دنیا معرفی کند.